درود دوستانی عزیز، برنامه نوبتی نگفته‌ها است. همه شما سراینده شهیر، نامدار و زنده‌یاد مبارک شو را میدانید. ترانه‌هایش را تا هنوز گوش میکنید. ای جان من اسیرت، ای عمر من فدایت، رقص بکن شور بده و غیر ترانه‌های مبارک شو سالهای سال وردی زبانی همگان است. این ترانه‌ها ترانه‌های ابدزنده‌اند. یک بار یک صدایی رو شنیدم با تنظیم و بندوبست جدید، یعنی با تکنولوژی امروزه، صدای مبارک شو به گوشم رسید و با خود سوال کردم که چرا صدای مبارک شو که چندین سال قبل ترانه‌هایش رو ثبت کرده بود با این اینترپریتاسیون نو، یعنی با پیشنهاد نو، با تکنولوژی نو ثبت شده است. و من گفتم که این صدای مبارک شو نیست، این جوانی هست با نام некруз ниёзов. آوازش اینقدر با مبارک شو مانند است و امروز ما некруз رو به برنامه نگفته‌ها دعوت کردیم. درود некруз جان. درود به شما، هم می‌ندارم از شما که با برنامه شما اشتراک میکنیم آقای آرزو و بسیار خوشحال هستم. همین سخن‌ها رو از شما شنیدم که بسیار نفرانی که هستن که خیلی میگن که آواز شما مانند نیست، شما نمیتونین خود خیلی هستن که نفرانی که 50% تنقید میکنن، 50% به مقوله. خیلی خدا با شکر. من پیش از همه میخواهم некруз جان ما همین گفته‌هایمان رو با دلیل اثبات کنیم. من سرودایی که از شوروان گوش میکنم و آواز خودم، راستی گپ من میبینم که مانندی آنقدر بسیار ندارد. راستی گپ در کوچه‌های بدخشان ما همه با طرز همین استیل در کوچه‌های خوروغ من در پرشنیف کلان شدگی. در شغلان شما بسیار بله، پرشنیف با خوروغ نزدیک است، بسیار نزدیک. خیلی چخیل در کوچه های ما از کودکی همه سردای شادروان میخوندند و سردای احمد ظاهر میخوندند. من با همون سردا کلام شدم. یادی من در اولو هم هسته که روزی که پیش شما به من نویستین که некруз جان سرود رو برای من روان کنید، یاد شما هسته و چند روز گفتم کجا شد من امون روزها نمیدونستم دیگر چی بونه کنم. من کوفتستم در کامپیوتر نیفتستم. خیلی من چی دروغ گفتم، همین خیلی کوفتم، گفتم که من برای یک آرزو چی بگم. من بعد از کجا افتادن؟ راستی گپ من گفتم که من صنعتکاری که هستم، هر کامپیوتر هر سال کامپیوتر حلش میکنم، جوسک دیسکو هر جا هم خیلی میروم، ممکن که 4 جوسک دیسک حلش کردم. یک ترانه خیلی زیبای مبارک شو بود. این ترانه‌اش رو کم کسان شنیدند با نگاه با ادای شب خلوت شب خلوت چشم گریان با تو، من با یاد تو، با نگاهت با فکر آخر بوده، با ادای تو دل من ربوردی. ما گفتیم که صدای شما شبیه صدای شادروان مبارک شو است، ولی یک چیزی کامل نخواندیم. بیایید از ترانه‌های مبارک شو یک ترانه رو زمزمه کنیم و بعد صحبت رو ادامه میدیم. چی گفتید؟ مایلش کدام سرود رو میخواهید؟ کدامش رو شما خودتون دوست می‌دارید بیشتر از همه؟ بسیار سرودی که دوست دارم ای جان من اسیر است. بهترین است. مرحمت بفرمایید. ای جان من اسیر است، ای عمر من فدایت، عمرم به آخرمت، بلال جان فزایت، بلال جان فزایت. دوامش میخواهی؟ دوامش تو میروی خرامان، من با دو چشمی گیران، آشفته و پریشان، چون کاکل از قفایت، ای جان من اسیرت، ای عمر من فدایت، عمرم به آخرمت، بلال جان فزایت. دوامش روز دیگر با گیتار برای شما میسرم. خیلی جالب. некруз، شما در بدخشان به وای رسیدید یا در دوشنبه؟ من راستی گپ تا صنف نوحی در بدخشان کلان شدم. با پدر و مادر؟ نه، من با پدر و مادر کلان نشدم. من با بیبی و با چرا؟
рости гап ман чанд сола не ман мумкин ки синфи 2 будам ё ки синфи 1 будам ки падарам аз ҳам ҷудо шудам. аз ҳам ҷудо шудам. Падар занг гирифт? Падар занг гирифта. дар куҷост алон? падарам дар Душанбе аст. дар Душанбе. модар шавҳар кард? модарам шавҳар кард дар Москва. дар Москва зиндагӣ. бале. падар ҳам аз издивоҷи дуввумаш кӯдак дорад, модар ҳам аз издивоҷи дуввумаш кӯдак дорад? надорад. не. робита ҳаст рафту омад? гуфта будам ки то синфи 9 ки дар Бадахшон калон шудам, ман дар Бадахшон бо санъаткорӣ на он қадар бисёр будам. бо дигар коро машғул будам ва бо калони ман мехост қатъи биби ман биби намемегум, ман модари худам мегум, ман калон кардагӣ биби ман кардагӣ калон. гуфт ки бояд бачаҷон то аз Бадахшон равӣ, ба Душанбе равӣ ки корот бисёртар пеш раванд. яъне шумо ба бобову биби бештар меҳру муҳаббат доред? бале, бисёртар. ба падару модар меҳру муҳаббат нест? фақат росташро бигӯед. меҳру муҳаббат рости гап дораму чӣ хеле ки гӯш ва дӯсте ки бобо калонам дорам ё ки модар бибиям дорам, не он қадар не. бояд ки ман ҳама чизе ки ширинии зиндагӣ буд ман қатъия бо онҳо дидам. дар Душанбе танҳоед? дар Душанбе ман баъд синфи 9 ба коллеҷи санъат дохил шудам, якум курсӣ дар хонаи амаким будам ва баъд чӣ хел одам ки калонтар мешавад, ман нахостам ки хай амакии манам зандор аст, намехоҳам ки нахостед ки саргаронӣ биёред ба онҳо? саргаронӣ биёрам. ман аз кӯдакӣ камакакам хеле чӣ будам, ман тоқа калон шудам, ман фикри алоҳида зиндагиро ихтиёр кардед? баъд алоҳида зиндагӣ кардам. хона гирифтед? 8 сол шуд. не ҳоло ҳам хона нагирифтам. иҷоранишин ҳастам. бале. танҳои ҳастам. бе ту дилам танҳои танҳо. аз сабаби ҳамин ба фикри ман аст ки ман характери ман дигар хел шудааст. фарзанд бояд дар оғӯши падару модар калон шавад, барое ки меҳр бисёртар мебандад. ин ҳодисаҳо шахсиятро месозанд. медонед, шояд агар шумо еркаи падару модар мебудед, фарзанди дӯстдори падару модар мебудеду, ҳама чизро барои шумо таъмин мекарданду, ҳама нози шуморо мебардоштанду, нозои ман рости гап акаҷон, ман чӣ хеле ки шояд ба ин мавқеъ намерасидед. яъне кадом мавқеъро ман дар назар дорам? дарвозаи коргоҳи Некрузро шабнами Сурайё тақ мезанад, медарояд, тарона сабт мекунад ва таҳияву танзим мекунад. яъне таронаҳои Шабнами Сурайёро, таронаҳои Нигина Амонқуловаро, таронаҳои Меҳрнигори Рустамро, боз таронаҳои Мадина Ақназароваро, яъне таронаҳои ин сарояндаҳои номдору бисёр машҳурро Некруз бандубасту таҳияву танзим мекунад. як ромишгари хеле мумтоз аст. ба ин силу сол нигаҳ накарда аллакай мавқеъи худро соҳиб шудааст ва Некруз ҷон ин ба ҳар як кас муяссар намегардад. ба он нафароне ки муяссар мегарданд, он нафароне ки зиндагиро дидагиянд, зиндагӣ чӣ аст, мушкилӣ чӣ аст, санъат чӣ аст, ба он нафарон мешавад. ман айни ҳол 24 сол ҳастам. ба ҳамкорие ки бо апаи Шабнами Сурайё кардам. кадом таронаҳоро кардед? биёед дар атрофи ҳамин дар 19 солагӣ сар кардед на корро бо Шабнам? таъҷаб хушрӯи якум аранжировкае ки кардам, таъҷаб хушрӯи барои апаи Шабнам кардам. чӣ гуна садо медиҳад? як порчаи ҳамин сурӯд таъҷаб хушрӯи ту камон абрӯи عاشق زیبای من تو کرا میجویی. درست است. این یکی از ترانه‌های قدیمی ما است که شبنم جان این ترانه رو بازخوانی کردند، خیلی زیبا سراییدند و ما بندهای این ترانه رو کمی متنش رو عوض کردیم ولی نقارات همان گونه که بود ماند. این ترانه رو نکروز بندوبست و تهیه و تنظیم کرده است. بله. باز کدوم ترانه؟ عین حال من بسیارتر با پای نگینه کار کرده استم. عین با یک با نگینه جان کدوم کارها رو انجام دادید؟ فکر نست التماس ویفگاه بیمار نست. بیخود چقدر جالب است این زبان شیرین رو ببینید. فکر نست التماس ویفخات ما بنست. استاتیم روزاست و خیز تاریگا جویت تاریگا مکن التماسم مدل مک ملال. چی منو دارید؟ همین خیلی برای دختر شیرین زبانی میکند و همین دلی مرا ملال نکن میگه. مقصد گپ همین. این شعر رو کی نوشته است؟ این شعر راستی گپ من یکی شعر خلقی است. شعر ممکن که شعر خلقی باشد. آهنگش مال کیست؟
оҳангам халқӣ аст. Халқии бадахшонӣ аст. ман шунидам нигини таронаро иҷро карда буд дар панҷакент ба назарам. хеле иҷрои ҷолиб аз ҷониби нигинаҷон. бале бисёр хуб. Ман бисёр инсонҳои хуб ҳастанд. کار میخواهند کردن از شعله روشنی آتش کده‌ای به سر و پای من آتش زده‌ای. بله این کاری مشترک ما بود. با مهرنگار هم انجام دادید؟ با مهرنگار بسیار. با مهرنگار منم از سن همین 19 سالگی به فکر شناس شده بودم تو این حال بسیار سرود برای مهرنگارم سرودی که برای مهرنگار کردم بسیار مشهور شد. همگان شناختند مجنون نبودم مجنونم کردی. همین سروده که برای یکم در استودیو خواند با پیانی نواختم و من فکر کردم همه وقت همین چیزی که طرز با زنده بیاید کو و مردم دا میچسبد. مردم ما باز دویت خوندید با مهرنگار؟ بله دویت هم خونده بودیم. کدام ترانه بود؟ وای ترانه رقص بکن بود. رقص بکن شور بده. از مبارک شو. وای هم از مبارک شو است. من چه راستی گپ من گفتم که من صنعت خودم با شودروان سر کردم. یعنی دوست داری ارشد هنری مبارک شو؟ بله من راستی گپ پیش در رستوران کار میکردم. رستوران اوکی بر هر جای خیلی فریاد کردن. بله من کار میکردم. یک شب چقدر درآمد به دست میآوردید از رستوران؟ راستی گپ من از کبرا و رستوران من یکم کیبورگ نواز بودم. کلاویشنیک کیبورگ نوازی که بودم با گروپ ها رفتم نواختم. چقدر پول به دست می‌آوردید در رستوران ها کم است. همین یک روز 100 سوم میتین. یک روز ده. خب برای یک جوان 17 ساله این کافی است. بله اون وقتایی که استودنت بودم امروهای خودم داد پول خیلی چقدر ریسک پیدا کردم کار کردم. من موسیقی را بسیارتر آلو هم موسیقی را بسیارتر نغز میبینم. مقصدهایی که دارم که در آینده کارهای خودم بسیارتر کنم. ترانه اجرا کردید شما از آهنگهای خودتان و حتی میوزیک ویدیو کلیپش رو ثبت کرده بودید. ای شوخ پری تا در کجایی اندر نظرم تو خوش نمایی لبخند و رخ چون آفتاب است شیرین قد تو ز سر تا پا است. یادم هست وقتی که میوزیک ویدیوی شوخی پری پیشکش تماشابینان شد آنجا ما دیدیم که در این میوزیک ویدیو نقشی مرکزی رو از روی دوستان این میوزیک ویدیو یکی از چهره‌های بسیار شناخته عالم اینستاگرام یکی از مدل‌های بسیار نامدار تاجیک صافی بازید. اسم اساسیش رخشانه است این دختر رو ولی در اینستاگرام او رو با اسم صافی همه میشناسند. علاقه‌مندان زیادی داره در اینستاگرام صافی. در کلیپ شوخی پری نقش آفرید ولی من شنیدم که ماجرا سر زد میانی صافی و نکروز. چرا؟ بله راستی گپ ما با رخشانه دوست بهترین هستیم. چقدر دوست یعنی یکدیگر رو دوست می‌دارید؟ نه دوست نه ما دوست راستی هستیم. دوست بی‌غرض. بله بی‌غرض یگان فکر یعنی عاشقی هم نیست. نه عاشقی نه. ما در یک برنامه پروژه رخش بزگرانی بود در آنجا شناس شدیم هم صحبت شدیم و سرود من با گیتار اونجا دادم ای شوخی پس سمندر پولتوف و سرود سمندر است. رخشانه گفت که سرود بسیار خوب است بیا یه بار دیگه هم بخون. من الکی سرود رو تمام کردم ولی رخشانه نو آمد کجایی رفته آمد گفت که ایسر خواندم و گفتم که اگر با خوبی تاجیکستان رویم یک کار در کجا بودید شما؟ ما در همون وقت به فکر من در قزاقستان بودیم. در قزاقستان بودیم و با یک اکای دیگر در آنجا پیدا کردیم. اکای امید نامش است بسیار انسان خوب است. گفت که اگر تاجیکستان روید شما باید همین سرود رو کلیپ کنید. رخشانه باید بازی کند کلیپ ده. کی باید اسپانسری کند کلیپ رو؟ کلیپ رو راستی گپ اکای امید کرد. اکای امید اسپانسر. بله
بسیار من نه تنها فقط کلیپ میتونم گفتم، همه چیزایی که بسیار یعنی شما رو امید دستگیری میکند در کارهای جدیتان؟ بسیار دستگیر می. راستی گپ وقتی که بود راستی گپ که من میخواستم که با دیگر سراندام دیدم که شو بیزنس چه خیلی شو بیزنس امروزه که منم میخواستم که با ماشینای زور کلیپم در بکنم ولی بسیار فکرش وسیع است. گفتم که منم میکنم، من خیلی کلیپای دیوانه‌گری یگانجا میرم، یک امریکا میرم کلیپ میکنم و بعد که یک روز تو ساعت 5 سحر ماشین قطع در شهر گشتیم و گفت سودو گوش کرد، همش گوش کرد و گفت که آدم یگان چیز علیش نمیکند. کدام شهری روی، اگر عج روی، مکه روی، میبینی اگر خودت ساز نکنی چه خیلی آدمی تو هستی، یگان کس تو را نمیتواند دیگر کردن نمیتواند. و من به تو چی میخوام گفتم، تو استیل علیش نکن که چیزی که هر یک انسان امون چیزی حقیقت روی خود حقیقت است. اخی خوارای ما هم خوشرو هستن که بو کراسکا میکنن که حقیقتش گم میشود که دخترای خوشرو. گفت که استیل تو امین حقیقت است، به کراسکا به یگان چی تو علیش اگر کنی یعنی صمیمیتش رو گم میشود، حقیقت گم میشود. و من خدار اندیشه های پر از فلسفه، بسیار انسان خوب است. و من راستی گپ بعد از امون روز دیگر میخواستم که چه خیلی که همین سنت من در زندگی هم خیلی هستم. شما نگفتید که ماجرا چرا سر زد میانی شما و صوفی؟ در مابین امون گپای خودم گفتم که ما دوست بهترین هستیم. چرا ماجرا کردید هنگامی ثبت کلیپ؟ و صوفی از روی شنیدی من یک التیماتوم در میان گذاشت که کلیپ باید نشر نشود. ام دیگر خیلی در زندگی هم خیلی کارو میشوند که کلیپ رو ثبت کردیم، برای رخشانه دیمو وریانت روی میکنم. بعد از 15 منوت میبینم که همه جای خود چپوریدگی سرود رو کپی بد کردگی در اینستاگرام موندگی. من حیران شدم. من راستی گپ تو چخیل جای خودش رو برده است، یعنی نمیخواست که در خیلی یعنی نواروهای خود رو از کلیپ برداشت است، از بین پرتافت است. نه جایی که فقط نواروهای خود رو مونده است. نواروهای خود رو این و راستی گپ من اما وقت فکری نکردم که من فکر یگان وای دخترم خیلی فکری نداشت که یگان بخیلی یا که یگان چی وای دختر چه خیر است که دخترها بسیار همون عکس خود رو نقض میبینند و همون خیلی چیزو تشویق و ترغیب خود رو بله که خیلی من بچه هستم و با دختر است، هر یک جای خود میداند. بعد سرازی بر رخشانه زنگ زدم گفتم که چی با هم خیلی کار کردی؟ گفت که نکروز دیوانه مرا نکن. من خیلی بایم خیلی کاری خطا کرد، فکری نکرد، ویدیو را پرتافت. اولی سویت با ویدیو هم زدگی نیستیم که خوشرو ویدیو شود. کار هنوز خام بود کاری خام بود، کامی پختگی نبود. گفت که من با فکرم گریه بو کرد، چی نمیدونم. تلفن کشت، یک هفته شد زنگ رسید. گفتم که رخشانه من کلیپ رو سر میتیم. گفت که نه تو سر نمیتی، سر اگر بیتی من در اینترنت را شرمنده میکنم. ما حیران شدم. گفتم که ما رخشانه دوست بهترین من است. همین چیزی که داریم ایش خیلی آدمی است، آدمی کور باز کور. برای من آدمی یکم جویده. بعد زنگ زدم با مینو را میشناسین؟ بله مینو سراینده. مینوی عزیز، مینو جان دوستی من است، دوست بهتر. گفتم که مینو جان هم خیلی ما در یک مدت 1.5 ماه با هم دیگر بودیم. 1.5 ماه شب تا روز در همون پروژه پروگرام و رخش بزگرانیز یک جای هم رخش به سرحد. بله. و گفتم که هم خیلی کار. گفت که اولی رخشانه هم خیلی زنگش بزن وای دختر خوبه و خیلی خیلی فکریش میکن. زنگ زدم ای چیزش نگذاشته است. گفت که نه پارتو ویدیو را همون یک گپی خود گفتگی. خیلی گفتم که مایلی من تو را گوش کردم، بسیار گوش کردم. اکنون گوش مرا کن من چیکار کنم. ویدیو را گرفتم پارتوفتم اینترنت. بعد زنگ نزد. من میدونم که وای تماشا کرد. خیلی ویدیو کلیپ برای رخشانه بسیار پسند آمد و برای من هم بسیار پسند آمد که سرود خوب بود، کلیپ هم خوب شد. راستی گپ یک روز فاطمه چک شد، سالن کشوده بود. فاطمه هم بسیار مشهور است در صحیفه‌های اینترنتی، همه میشناسن.
و من در اونجا سرود خواندم و رخشانه آمد. من گفتم که اول با جنگ میشوه. ما خاطر رخشانه پسند که جنگ و جنجال هم خیلی با جنگ میشه و یکی این بین همه هم خیلی گوش کرده استن رقص کرده شن و هم خیلی سویست کرده نکروز چه خیلی خاراکترش گم نمیشود. دوست شدید. بله خیلی ما دوست بودیم و همین آدمایی که جنگ و جنجال شوند بگذار که بفهمند که همون آدما یک دوست بهترین هستند که جنگ و جنجال با دوستان بهترین میشود فقط. درست است. некруз ҷон сипос. вале баъди ин мюзик видеое ки бо софӣ сабт кардед дигар ягон мюзик видеои дигар дар интернет пайдо нашуд аз ҷониби шумо? пеш аз клипи шухи парӣ мо бо мирнигор рақс бикун шур биде кардем و سرود با فکر من به همگان پسند آمد. به همگان پسند آمد. بعد شوخی پری هم بعد شوخی پری دوم شوخی پری پیش از این با مهرنگور بود و شوخی پری بود. بعد دختر تاجیک بله من ندیدم لیکن من کلیپ نکردم. کلیپ نکردی؟ بله. من کلیپ رو در نظر داشتم. بله برای چی من کلیپ کنی رو بسیار نغزم بسیار نمیبینم و خیلی کی است که من سرود لازم است برای شو بیزنس لازم است. بله برای شو بیزنس بسیار لازم است. و من توجه کردم که در دست شما یک زنجیر است. این چی رمزی چی است؟ این زنجیر راستی گپ نه بوی مرا میکند و نه خراب مرا میکند. روز این نقره است. این مادر من برای من روان کرده بود. توفه از مادر. بله من یک توفه دیگر از پدرم داشتم در گردنبند داشتم. الله نوشته بود الله و من نمیدونم من در کجا. این رو مادرتون کی فرستاد به شما؟ ممکن که 3 سال شد ما فکر. من چخیل که با پدر و مادر کلان نشدم ولی یاردم خود چیزی که در زندگی من در کار میشد برای من یاردم کرده. ولی در زندگی فقط این چی نیست که پدر و مادر چند یاردم کنن ولی در زندگی یک چیز است که فرزند باید در پیش پدر و مادر کلان شود. некруз جان هدیه پدر کجا شد؟ گفتید گردنبندی بود که الله نویستگی بود. راستی گپ گفتم که من نمیدونم من در کجا بودم و در کجا افتید از گردن من اولو هم یادی من نیست. یگان وقتی میشود که شما در کجا بودنتان رو در خاطر نداشته باشید. وای چخیل در راه میروی یکی چخیل میافتد نمیفهمی چخیل افتید. من گم کرده بودم. بله من که پدر میدوند که شما گردنبند رو گم کردید؟ بله میدوند. گفتید شما؟ من نگفتم. من ایزو کشیدم. روسی گپ یک روز کمک در خانه بیمار شدم و پدری من اومد. خیلی دکترها را فریاد میکنند. من مایکم نمیخواستم کشیدم. اگر بکشم پدر من میبیند. خیلی برای پدرم وای با فکر من چی نیست و مو اللهی که در اونجا بود و بسیار برای پدرم در امریکا بود. پدر من هم صنعتکار است. برای پدر من اون رو توفه کرده بودند و من نخواستم که پدر من داند که پدر من صنف 2 بودم که جدا شدن اما وقتم در گردن پدر من بود. ولی بعدن دیدن پدر که در گردن شما نیست الان؟ بله دید که نیست. پرسید اما روز نپرسید. بعد مادر من زنگ زده بود بعد از 3-4 روز گفت که بچه جون همون گردنبند کجا شد؟ پدر شما به من گفته بود که به некруз گردنبند خودم دادم یک چند سال پیش. گفتم که برای چه قطعی پدری من گپ میزنی؟ من هم خیلی هستم پدر و مادری که جدا شدن من دیگر نخواستم که یک جا شوند. برای چه که من چرا شما نخواستید که یک جا شوند؟ من صنف 2 که بودم نه که من ممکن که از سن 7 سالگی یا که چرا شما نمیخواهید که مادرتون با پدرتون حرف بزند و رابطه داشته باشد؟ نمیخواهید؟ حاضر عینی حال برای من چی نیست که گپ زدن فرق ندارد. اول چرا نمیخواستید؟ برای چی نمیخواستم در خانه ما بسیار پدر و مادر بسیار جنگ میکردن. من از خردسالی ممکن که از 8 سالگی یا که 9 سالگی بسیار چیزا در یاد من هستند که ماجرای بین پدر و مادر هم دیگر فهمی نبود ما بین پدر و مادرم. یعنی از همین چیزها شما خلاصه کردید که یک جا بودن اونها اونقدر منفعت ندارد؟ بله با فکر من اولو هم پدری من مادر من رو دوست می‌دارد و مادرم هم پدری من رو دوست می‌دارد. تنها
این معلوم است من حس میکنم و میفهمم. حالا میخواید که یک جایی باشند؟ حالا هم نمیخوام. پدری من بسیار آدم کمک جوسکی است و نمیخواد که خیلی عزیز ما آدم هستیم، شما فرزند دارین، کودک دارین. راست که چی یعنی به معنای برهم؟ نه برهم نمیخواد که یا که این کار نکن او کار نکن، قین است، مشکل است، خاراکتر سرطلب است. بله. مادر چی؟ مادر من راستی گپ برای من بسیارتر تربیت میکند و زنگ میزند که چی با این خیل نشد، چی با او خیل نشد. و من راستی گپ تو سیوم کورسی به صنعت آنقدر بسیار دخل دار نبودم. من با سپورت با چیز سپورتی بسیارتر مشغول بودم و روزی که آمد من هر یک انسان ممکن که عاشق شود یا که یگان چیز در زندگی شود که زندگی آدم دیگر خیر می شود. یعنی شما عاشق شدید بعد راه صنعت رو ممکن که این عاشقی هم نبوده است، ممکن که این من چه خیلی گویم هر یک آدم یک باره فکریش ممکن که یگان دری که محکم است و یک چند سالایی که مهنت میکنی در کشودن هم، یعنی همون دری بسته رو عشق کشود. ممکن که عشق کشودی. چرا ممکن که میگوید؟ به دقیق حرف بزنید نیکروز جون. شما عاشق شدید بعد با صنعت رو آوردید. پیش از این ورزشکار بودید؟ ورزشکار بودم بله. بعد عاشق شدید و با صنعت رو آوردید همینطور؟ اگر کشود روشن حرف بزنیم. شما بسیار آدم ها میکنید. ممکن که من عاشق شدم. چرا ممکن که میگویید؟ مگر عشق چیزی هست که ندونی که عاشق من عاشقم یا عاشق نیستم؟ این من برای چیه که من عذر فکر میکنم عاشقی برای چی من حساب امون لحظه رو عاشق حساب نمیکنم. من عذر که عاشق صنعت هستم. برای من این صنعت تماما دیگر چیز است، اون عشق دیگر چیز است. خیلی ممکن که راست باشد و من از چیز خودم به شما بگویم برای آنه که من که صنعت رو دوست داشتم و در خانه که چخیر که با صنعت کار کرده استم من مانده نمیشوم از صنعت و بسیارتر طلب میکنم. این دیگر چیز است. این یعنی شغل دوست داشته، کسب دوست داشته شما است. اما اون عشقی که شما رو وادار کرد به موسیقی رو بیارید اون تماما دیگر عشق است. یعنی عشق بین یک جوان پسر و یک جوان دختر است. بچه انجام جداش دیده سم؟ گفتین راستی گپ من با یک دختر عاشق شده بودم. ممکن که ای در سن چند سالگی بود، ممکن که 17 سالگی بود، همون قدر بود. ایامی عاشق شدن؟ ممکن که همون وقتا بود که من عاشق شده بودم و با دختر یک 3 سال گپ میزدیم و روزی که شد قرار روزی که شد که من ایران شدم چه خیلی گپو برای من اومده بودن، چه خیلی نام دیگر فهمی بودن. از هم جدا شدید؟ بله از هم. سبب چی بود؟ سببش راستی گپ من تو هنوزم خودم هم نمیدونم. به نظر من دختر بسیار تیز میخواست که با اویله دار شود، شوهر کند، فرزنددار شود. دختر میخواست که ازدواج کند، اویله برپا کند، بله. فرزنددار شود. شما نمیخواستید؟ منم میخواستم. من یک فکری دیگر کردم که چی؟ در زندگی همه چیز آدم رو دلزده میکنه. یعنی شما ترسیدید که دلزده میشوید از اویله داری؟ من نخواستم که زندگی من رنگ پدر و مادر من شود که یکی که من خطا کنم فرزنددار شوم. یعنی این همون ماجرای پدر و مادر مثل یک عقده کمپلکس در باطن شما هست و میترسید اویله برپا کنید که مبادا مثل پدر و مادر از هم باز جدا نشوید. همین حاضر نیست این ترس در شما؟ حاضر عاشق نشده استم. ترس نیست. ترس که مثلا اویله برپا کنید و مبادا مثل پدر و مادر باز از هم جدا شوید. این ترس هست در شما یا نه؟ اکنون من در ای زمانی که من زنده هستم من فکر میکنم که این زندگی هر یک انسان حاضر یک خیلی آدمو بسیار میگن که اگر شما نگفتید این ترس در وجود شما هست یا نه؟ ترس در وجود من کم است. این تقدیر و نصیب پدر و مادر شما بود است که از هم جدا شدند، ولی این معنی اون رو ندارد که حتما شما نیز باید سرگذشت تلخی اون دو نفر رو تکرار کنید. نه، با دعای مادر، البته مادر دعاگوی شما است در کجایی که نباشد، دور از شما هم باشد، پدر هم در کدام گوشه دنیا که نباشد همیشه دعاگوی شما است که خوشبخت باشید. من فکر میکنم که این عقده رو، این کمپلکس رو، این ترس رو شما باید پورا از وجود برارید و از عشق نترسید.
از محبت نترسید، از برپا کردن اویله نترسید. سبب در جداشوی پدر و مادر شما نیست. میدونید سبب در چی است؟ سبب در مناسبت خود شما است به زندگی. وقتی که شما نمیخواهید که فرزند شما تنها به ویا برسه در خانه بیبی و بابا، وقتی که شما نمیخواهید که گرمی اویله، گرمی زندگی اویلوی از بین برود و نمی رود، یعنی مسئول هر دوی شما هستید. هیچ وقت فکر نکنید که مثلا سرگذشت تلخ پدر و مادر در مثال زندگی شما تکرار می شود. قسمت هم درست است ولی جوانی هم دیگر است. وقتی که جوان آدم است، یعنی من از گفته های شما هم خیلی خلاصه کردم که به خاطر شکست خوردن ازدواج پدر و مادر شما عشق حقیقی خود را از دست دادید و از عشق حقیقی و تازه خود رو گرداندید. ممکن که عشق حقیقی هم نبود، برای که بسیار گپایی که در چیزی من است، زندگی من است، من بسیاریش نمیخوام برای بسیاری گفتن. چقدر حقیقی نبود؟ یعنی شما صمیمانه دوست نمی‌داشتید؟ ممکن که همون چیزی شما صمیمانه دوست نمی‌داشتید؟ در آن وقتا دوست داشتم. دوست می‌داشتم. اون احساسات گذشت. اون احساسات گذشتن، بله. تکرار نشد دیگر تکرار ممکن که 4 سال که شود که با یک دختر بسیار زیبا و عاشق بودم و تو اولو هم همون دختر برای من پسند است. او میدوند؟ دختر نمیدوند. دختر نمیدوند که شما عاشقش هستید؟ نه دختر نمیدوند. حتی پای نمیبرد؟ نه، ما دختر قطعی آنقدر شناسم نیستیم و همدیگر رو با فکر من میشناسیم. همدیگر میشناسیم. دختر نیز از اهل هنر است؟ از اهل هنر نیست. از اهل هنر نیست. باید دختر بسیار باادب باید. یعنی شما گفتنی هستید که دختران اهل هنر نه دخترای صنعتکار بسیار باادبند، ولی این رو خلق به نظر خود بسیار دیگر خیلی میبیند. من یک چیز با شما بگم که مینو، من که در تلویزیون مینو را دیدم، گفتم که این دختری که است یگان زمانه برای این اینترست نیست، یک دختری عمیق دیوانه است، ولی که از پیش شناس شدم حقیقت و دیگر چیز بوده است. بسیار دختری خوب است. آدمایی که اصلا خودشون سوخته میکنند که من آدم خوب هستم ولی بعد در اصل خوب نیست، در اصل دیگر خیلی هستند و دختری که خود را نشان میده. مینو بسیار انسانی خوب است، مهربان است. درود مینو جان، اگر این زمان ما رو میشنود و مینو هم وعده داده بود که برنامه نگفته‌ها میاد. بله، مینو بسیار انسان خوب است. خیر، سپاس نکروز جان، سپاس. دوستان عزیز، همینجا برنامه نگفته‌ها رو خاتمه میدهیم. مهمان ما بود некруз ниёзов، یکی از رامیشگران و تنظیمگران نامدار موسیقی در تاجیکستان. خیر، سلامت باشید.